نمیخواستم بهتر کنم. چون؟ من نمیخواستم بهتر کنم. ناخونم بلنده رفت. نظر شما چی؟ ترکوندی؟ بله ایشون بهتره همون مجرد بود. آقا من خیلی مخلصم. سلام عرض شد. کوچیک همتون حامد تبریزی هم. مگه بزرگترا دل ندارن؟ مگه اینا هم دوست دارن عاشقی کنن؟ اینا هم دوست دارن چیک چیک کنن؟ میریم واسه پارت دوم ببینیم چه اتفاقای خفن و جنجالی قراره رخ بده. دست بزنین نفر اول تشریف بیاره. به به چه صدای قشنگی. کوچیک شما خودتون معرفی میکنین؟ من ستار قنبری هستم. به آقا ستار بزرگ یا نسید. شما چند سالتونه؟ من 61 سالمه. ماشاءالله ماشاءالله. شغلتون چیه آقا ستار؟ من کارمند بازنشسته تربیت بدنی هستم و یه مغازه کوچیکم تو بازار داریم، کفاشی. میشه بپرسم درآمدتون چقدره؟ درآمد بین 40 تا 50 تا ماه. خدا بده برکت. غیر از حقوق بازنشستگی البته. به به. یه 15 تومنمون اضافه کنیم بهش. خدا چی می‌خواد. شما چقدر خوش تیپ و خوش صدا هستید. من خانوما رو معرفی نکردم. خودتون رو معرفی می‌کنی؟ مرضیه نظری هستم. چند سالتونه؟ من شناسنامه 50 ولی شناسنامه‌مو بزرگ گذاشتم. یعنی چندین الان؟ 40 سالتونه. مرسی. شما خودتون معرفی می‌کنین؟ به نام خدا قمری هستم، روح‌انگیز. روح‌انگیز. بعد چند سالتونه بخش؟ من 43. 43 سالتونه. شما؟ نوبر زاره هستم. بله. سنم هم نمیگن. بعد سنشون هم نمیگن. شما؟ به نام خدا دوست من هست 70 سالشه، اسمش هم ساره است. بله مرسی. بله. به نام خدا مریم احمدی هستم. 55 ساله. 55 سال. بله. یاسمن هستم. 56 ساله. 58. همتون مجردین دیگه درسته؟ من یه چیزی بگم. من دکترای حقوق هم سردفتر اسناد رسمی. افتخارش به دست بزن. انتخاب بیا به افتخارش به دست بزن. میگم شما تو وهله اول که یه خانمو میبینین چه چیزی شما رو جذب میکنه در نگاه اول؟ من 10 سال پیش که همسرمو از دست دادم، خدا بیامرزه، کردنشون، خانم نجابتش و اون وقارش، سنگینیش، اون ملاک اول منه. درست. بعدش هم خب چهره دیگه، چهره زیبایی. همین. توی رابطه‌ای که شما داریم چقدر میتونید توی یک هفته برای همسرتون وقت بذارید؟ از هر لحاظ، گردش، تفریح، بیرون رفتن. اگر من دوباره متأهل بشم تمام وقتم هم همسرم میشه. من توضیح بدم. من سوالایی که از ایشون یا شرکت کننده‌های بعدی میپرسم، هر جاشو که شما خوشتون نیامد میتونین بادکنک رو بتره کنین و اگه خوشتون اومد ادامه میدیم و بادکنکاتون رو نگه میدارین. در ماه چقدر میتونین برای همسرتون هزینه کنید؟ من چون یه پسرم دارم، بالاخره تقریبا میشه گفت همه حقوقم باید صرف هزینه همسرم بشه. ولی خب اونم یه مقدار یه جایگاهی داره دیگه. درسته. تا حالا عاشق شدین؟ بارها. جان؟ بارها. نه دیگه عشقی. اجازه بدید. بله بفهم. بفهم خواهش. من یه آدم عاشق پیشم. بله. عاشق گل، عاشق صدا، عاشق خوبی، عاشق هر چیز خوبی که میبینم، عاشق قد و بالای شما. من نوکر شما، کوچیکش. انسان باید عاشق بشه، نه یک بار، نه دو بار، بلکه صدها بار. درست. عاشق نظر ازدواج اینجور چیزا. بله. منظور چیه؟ تا حالا عاشق یک خانومی شدین؟ بله. بله. بهش هم رسیدین؟ بله. بله خدا رو شکر. بعد فوت همسرتون با کسی اوکی نشدین؟ تو رابطه نرفتین؟ نه، ولی اصرار خواهرامین‌ها که خیلی اصرار دارن که دوباره این اتفاق بیفته ما تجدید فراش کنیم. نه، تا حالا نشده که من بخوام. نمیخوام صحبت از نجابت اینجا، ولی دوست ندارم. درست. حلال باشه. چه چیزی تو رابطه شما با خانومتون شما رو اذیت میکنه؟ از چه چیزی بدتون میاد؟ دروغ گفتن. ورزش نکردنش، چون ورزش کارمو
و همین درست. چیز دیگه سختگیر نیستم زیاد. به به. بله من عذرخواهی میکنم. شما دلیل ترکوندنتون چی بود؟ والا دلیل ترکوندن من این بود که من برای یکی از دوستام اومدم با اجازهتون. خودم همسر دارم با افتخار، ولی ایشون 2 تا دروغ گفتن تو کارشون. همین الان حساب کار اومد دست من و من این کار نمیکنم چون من مسئول. در قبال اون دوستم که الان خارج از کشوره، البته عکس ایشونو براشون استوری میکنم، ولی به نظر من نه. 2 تا دروغ گفتنشون. بله. خب شما سوالی از ایشون ندارین؟ کسی سوال نداره ازشون بپرسید؟ یه بار عاشق شدن. این عاشقی هم همسرشون بوده یا بعد از همسرشون؟ میشه گفت همون همسرم، ولی الان هر کسی ببینم که شبیه همسر سابق منه دوباره عاشقش میشم. یعنی شما رو یاد همسرتون میندازه؟ بله. نمیخواستم بهتر کنم. چون؟ من نمیخواستم بهتر کنم. ناخونم بلنده رفت توی بادکنک، چون از نظر من ایشون اوکی هستن. واقعا. بله میشه بادکنک بهم بدن؟ یه بادکنک بله مرسی. یه بادکنک ممنونتون میشم. مرسی. هول کردیم. حتما. از هول وقتی ایشون میگه من 10 سال پاکم خیلی ارزش داره برای یه خانم. یک بار دیگه خودتون رو معرفی میکنین؟ اسمم ستاره، فامیلیم قنبریه. آقا ستار، من به شما یه سوزن بدم. من اینجا یه سوزن دارم دیگه. شما ترکوندین؟ بله. دلیل؟ من به نفعشون رفتم کنار. آقا ستار، واقعا آقا ستار، این خدمت شما. می توانید یکی از بادکنک ها رو نگه دارین و یه ملاقاتی با هم دیگه تو کافه داشته باشه، حالا هر جا که صلاحه، انشالله کاراتون بشه. میتونین همه رو هم بهتره کنین. الان دیگه دست شماست. بفرمایید. بله خواهش میکنم. بفرمایید. حسب تجربه ایشون و بر حسب اینکه سنشون بالاست، اینکه میفرمایم فقط دروغ نگه و ورزش کنه، فکر میکنم ملاک خیلی کمیه. خیلی چیز قانع هستن دی، خدا رو شکر قانع هستن، نیاز به چیز ندارن. مرسی. من یه قولی هم همسر من باید به من بده. بله روزی حداقل 1 ساعت 2 ساعت با هم پیاده روی کنیم. هر کی هست بسم الله. به. خب 4 تا بادکنک داریم، یا یکشون رو نگه داریم یا 4 تاش هم بهتر کنیم. بفهم. به قول اسمانیا حیف است خانم‌های محترم. حالا نمیشه 4 تاشم ببرم. نه دیگه بابا، تا الان خوب پیش اومده بود. من مجرد میگه 10 سال مجرد. بیا همه رو خراب کرد. شما چرا ترکوندین؟ حرفش خیلی زشت بود. شما برای اینکه گفتن همه خانوما رو میخواد، من برام قابل تأمین نیست. زود قضاوت کنم. بابا خیلی چه شوخی بود. خانم محترم، بادکنک هم همچنان نگه میدارم. ممنونم از شما. حالا میده 2 نفر، یکشو به تلفن، یکشو بهتر کنیم با یکشون بریم معسل دیگه انشالله. با عرض محترم نمیتونه که به افتخارش رو دست بزن. مبارک انشالله کاراتون بشه. خیلی خوشحال شدم. ببم خیلی مخلصم. کوچیک شما عزیزی. ما به خاطر ما نمیدونستیم خانم متأهلن، باید از حضور ایشون هم مرخص بشیم. به افتخار ایشون هم یه دست بزنید. ببم بریم نفر بعدی. چاکرم ستار. میگه آخ برم راننده رو، اون کلاج و دنده رو. مبارکا باشه انشالله. آقا ستار، شما اسمت ستاره، صدات هم مثل ستار است؟ امتحان میکنیم. چه صدایی، چه کیفیتی. میری آقا یا آهنگ ستار خفن ما رو مهمون میکنی؟ جدی میگی؟ بله. حتی خانم رو مهمون کنید. بخونم. 2 دستام مرکبی، تموم شعرام خط خطی، پیش شما شازده خانم، منم فقیر پاپتی. غرور و وردار و ببر، دلم میگه غلامی رو به جون بخر. دلم میگه شازده خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی شازده خانوم. او ماشالله، بزن به افتخار آقا ستار. منزل خدا آمدی. من بگم که مبارک باشه انشالله. ولی شما خیلی جلوین تو عروسی. دیجه هم که دیگه نمیخواد دیگه، خودتون پشت
خواهش میکنم، ممنون، لطف شماست. سلامت، مبارکا باشه ان شاء الله. ممنونم، تشکر. فدای شما. دعا بفرمایید. کنین برامون. دیگه خوشبخت شدیم دیگه. چه دایی؟ با وجود ممنون. آقای قنبری دیگه آدم چی میخواد از خدا؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. شما ماشینم ضبطتون هم خراب باشه آقا قنبری هست دیگه، درسته؟ بله. خوشبخت بشین ان شاء الله. قربونش. خدا. دسته میزنیم؟ یه دست بزنیم. بریم واسه نفر بعدی شرکت کننده عزیزمون. بفرمایید آقا محمد عزیز، به افتخارشون یه دست بزنیم. خیلی صفا آوردید. خودتون معرفی میکنین؟ من محمد سلمبودی هستم. چند سالتونه؟ 50 سال. ماشاءالله. شغلتون چیه؟ تو کار پسته و آجیلوی. مجرد. بله. چند ساله؟ از اولش من مجرد. پسر این شما. بله. قنده اصل. به افتخارشون یه دست دیگه بزنید. مجرد بودن از همون اول. چی شد یهو الان تصمیم گرفتید متأهل بشین؟ خب چندین سال به فکر کار و بیزینس و پول بودم. به یک باره تصمیم گرفتم که یه همدم برای شغلتون ببخش چی بود شغلتون؟ کار پسته و خوشبار. درآمد عددش ثابته به ما بگین اعلام بودم کنین؟ 1 تومن. 1 تومن. خب بسیار عالی. تا الان هم مجرد بودیم. من نمیدونم چه سوالایی باید بپرسم. اگه امروز شما متأهل بشین انشالله کارتون بشه، بله. چقدر وقت و زمان میذاریم واسه همسرتون؟ در اختیار ایشون میذارم. هر چی ایشون تصمیم بگیره من در خدمتشم. بله. شما فاصله ببخش من نفهم چرا؟ حضور میخوام این حجم از معقول بودن که تا حالا مجرد بوده تو مغز من نگنجید. دروغ گفتن یعنی از دید شما؟ نه اینقدر معقول باشه انسان من باید دونستم. بله انسان باید نامعقول باشه. نظرشون محترمه. سوال بعدی اینه که اگه ازدواج کردین دوست دارین چند تا بچه داشته باشین؟ بازم در اختیار همسرم میذارم تصمیم بگیره. چی رو در اختیار همسرتون؟ تصمیم بگیره. راستش من مشکل بچه دارم، من از وقت بچه دار شدنم گذشته. خب ایشون گفت که در اختیار همسرم، یعنی مثلا دیگه لکسن فورد یعنی خب هر نه ما دیگه بالاخره وقتی گفته در رأیش ممتنعه، نگفت که آره، نگفت نه. این بالاخره چون چند سال مجرد بوده احتمالاً واسه بچه، یکی دلایلش واسه بچه که زن میخواد بگیره دیگه. مرسی. مادر رو بیشتر بهش اهمیت میدین یا همسر؟ شک نکنید مادر. به افتخارشون یه دست بزن. دمش گرم. چقدر براش هزینه میکنی در ماه؟ یعنی مثلا یه دفعه گفت ماشین برام بخر میخری؟ نسبت به درآمدم فکر میکنم 100 میلیون بتونم براش در کنار بذارم. در ماه؟ در ماه. در ماه. خیلی عالی. اگه با دوستاش بخواد بره کافه میذاری بره؟ اگه معقول باشه دوستاشون بله، چرا که نه. بخواد بره ترکیه آنتالیا یه هفته؟ فکر میکنم داخلی باشه بهتر باشه. داخلی باشه بهتر. خب تا حالا عاشق شدی شما؟ نه. ما چرا هی داریم میریم اونوری؟ بفهم. بعد اولین باره که میخواین عاشق بشین یعنی شدین الان؟ نه هنوز که نه. اولین نگاهی که به یه خانم میندازی چه چیزی شما رو جذب خودش میکنه؟ یعنی عاشق چیش میشی؟ دوست داری خانومت چه استایلی داشته باشه؟ توپل مپل باشه، سفید مفید باشه. شما ترکین؟ کم و بیش. آره چون ما ترکا مثلا اکثرا. بله. شما سوالی شما بادکنکاتون رو نگه داشتین، شما سوالی ندارین ازشون بپرسین؟ نه. شما چی؟ ایشون فرمودن اولویت مادرمه. 100% کسی که به مادر و خانواده، پدر مادر اهمیت بده، به زن آیندهش هم اهمیت میده. یه دست دیگه بزن. من سوالی دیگه ندارم واقعا. بچه‌هام که دیگه سوالی نداشتم. ممنونم. شما به مرحله‌ای رسیدین که باید یکی از این بادکنک‌ها رو بتره کنین. میتونم به چهرهاشون نگاه کنم؟ من می‌خواستیم به کجا نگاه کنین؟ ممنونم. چون باید انتخاب کنم دیگه. بله دیگه. نه من خب این خدمت شما. بله. به چشم مشتری اونطوری دیگه زیاد حتما غلیظ نگاه نکنین. نه بله. تو هم سطحی نگاه کنین. یکی رو میتونین بتره کنین با یکی از عزیزان برین کافه به حساب بنده دیت دومو و میتونین جفتشون هم بتره کنین، همینطوری سینگل به تا آخر بمونین. من نوکرشون. معذرت میخوام. نگه میدارین. بله. باز به افتخارش. مبارک. انشالله کاراتون بشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خیلی خوشحال شدم. عزیزی بفرمایید.
به چه پسری، گل پسری، شا پسری. آقا مبارک ها باشه. سلامت باشی، قربون شما برم. خیلی خوشحال شدم. خانم خیلی خوش. سلامت باشی، مبارک شما هم باشه. مرسی، متشکرم، ممنون. آقا محمد از 10 تا چند تا دوستش داری؟ عین 10 تا. چی میگی؟ والا راست میگم، اصلا به یک باره عاشق 17 شدم. نه بابا، نمیدونستم زودتر میومدم اصلا اینجا. این همه صبر کردی، پسر موندی منتظر دست گل مثل ایشون شد. خداست، بله. الله. الان خیلی خوشحالم. پر بهم بدی پرواز کردم. حالا یه دقیقه بیا پایین، یه دقیقه نرو بالا. خانم نظر شما چیه؟ ترکوندی؟ بله، ایشون بهتره همون مجرد بمونه. کسی که اینقدر از الان قربون صدقه میره معلومه یه ریگی تو کفششه. ما رو به خیر و شما رو به سلامت. آقا محمد هنوز سینگل مونده کماکان ها؟ هم شانس ما بعد از یه عمری عاشق شدیم تازه. نه چیزی نیستش. ببین من 2-3 تا فیلم هندی مناسب دارم. آقا اون رو قطعش کن. میشینیم با هم اشغال میکنیم دیگه. بابا تو شانس نه. آره نیست. مرسی که تا این لحظه ما رو تحمل کردیم. بریم نفر بعدی. اوکی این خب بریم. تشریف بیارید. سلام علیکم. خیلی مخلصم. خودتون معرفی میکنین؟ من محسن مجیدی ام. آقای محسن مجیدی چند سالتونه؟ من 55 رد کردم. 55 رو رد کردین. شغلتون چیه؟ من تو بازار حسابدارم. حسابدار داخل بازار هستی. خدا سلامتی بهتون بده. دلیل چرا ترکوندی؟ قد و سایز هیکلی با هم نمیخوریم. هادی چوپان باید باشه. شما؟ منم با تایپشون حال نکردم. با تایپشون یا با تایپ شما نبود؟ کلا به هم نمیخوریم. نه. شما؟ هم استایل هم نبودیم. بله؟ استایل اون به هم نمیخوره. بله. آقا محسن من دستبوس شما. اینا کیا هستن اصلا؟ اینا شرکت کننده. شرکت کننده؟ جوون هم که نیستن، همه 70-80 رو رد کردن. نه؟ نمیتونم حالا. حس میکنم. بله. من اعلام کردم خودم. تشریف بیارید. من خودم سنمو اعلام کردم. نه اون خیلی خب نزدیک جوان درگیری ایجاد میشه. نه باش. کودک همسری که نمیخوایم که. نه البته من فکر کنم سنتونم به 20 سال 30 سالی کم گفتید. کم گفتم. چون چند شما سالتون بالای محسن؟ 80 از 55 خیلی بیشتر. خیلی بیشتر میخوره. دیگه صحبتی نیست. چهرهشون شکسته است، به سنشون نمیخوره. سختی شاید زیاد کشیدم. خدا رحمتشون. خدا رحمتشون. از 1 سال. خدا بیامرزتش. آقا محسن خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. از ارزش‌های شما چیزی کم نمیشه. بزرگ من خاک پای شما. من یه رفیق خوبی مثل شما پیدا کردم. به افتخار محسن یه دست بزنید. مرسی بابا اینا مدلاشون بیارم پایین بهتره. مدل سناشون بیارم. بله چشم. چرا نه؟ شاستیمون بلنده. شاستیشون بلنده. آقا محسن خسته نباشی. مانده نباشی. ستار ترکوندن. منم باد چرخاشون رو خالی کردم. دمت گرم. اون که شاز گفت شاسی بلند بودن اون. اشکال نداره. آقا محسن ستاره ترکوندن هنوز سیگالت. آره. از شما دارم. ولی ببین غمت نباشه. دمت گرم، غمت کم. دمت گرم. آقا محسن یک همون یه نخو بکشم باشه. وگرنه ببین هستش اصلا غمت نباشه. نه بابا اینا اصلا به تو نمیخوردم مشتی. میدونی؟ آره کام سنگین‌تر بگی. آره اتفاق خودتون یه دست بزنید. از دوستمون تقاضا کنم به جمعمون اضافه بشه. انشالله که مد نظرتون باشه. بفرمایید. خیلی مخلصم. کوچیک شما خیلی خوش اومدین. خودتون معرفی میکنین؟ بهروز محمدی هستم. فروشگاه بزرگ پوشاک دارم. به سلامتی انشالله. آقا چند سالتونه؟ 49 سال. چقدر چهره آشنایی داری. من نمیدونم شما رو کجا دیدم. 49 سال. شما به دوربین ما یه نگاه کنین. حالا شاید واسه دوستام آشنا باشین. 49 سالتونه تو کار پوشاک هستید. درآمد ماهیانه‌تون چقدره؟ بستگی به خب فروش کار داره. معمولا ما خب کار صادرات هم انجام میدیم. بله. که فروشگاه داریم. بله. تا 2-3 میلیاردی تقریبا. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. افرادی که تو زندگی شما واسهتون خیلی مهمن کیان میشه بدونم؟ خب اولویت ما اول خانواده خودمونه. خب مجردین؟ بله. خدا رو شکر. البته یک ازدواج ناموفق داشتم که متاسفانه من چون اون موقع که فروشا هنوز راه نیفتاده بودیم مقدار خب فشار رو من زیاد بود. این خانمی که ما تازه باش ازدواج کردیم عقد کرده بودیم، اینقدر که فشار رو بردن و اذیت کردن که تو هیچی نداری هیچی نمیشی. خب این باعث شد من
به خودم بیام و اون خانم که از زندگی من خارج شد و من پیشرفت کردم و اون تلاش کرد دوباره برگرده، من قبول نکردم. شما پرسپولیسی هستی یا استقلالی؟ با افتخار استقلالی هم. استقلالی؟ مدیر سوال کردن نداره. پرسپولیسی بودین شما؟ 100%. پرسپولیسی تیرپ هم که قرمز زدن. خیلی خوب شد که خوب امروز شد. ازدواج کردین، خانومتون از خواب بیدار میشه شب یهو، بعد به شما با استرس و استراب میگه یه مشکلی پیش اومده من باید برم. کجا و چرا رو هم نمیگه به شما. جواب شما چیه؟ اینکه نمیشه که من باید بدونم کجا میره یا نه. ممکن است بذارم هم چیکار کنم. یه اتفاق افتاده که نمیتونه به شما بگه. خب اینجوری من بیشتر نگران میشم تو این وضعیت. آها درست. تکلیف منو روشن کن. شما اولین قرارتون که میخواین بریم بیرون کی باید حساب کنه؟ قاعدتا خود من باید حساب کنم. یعنی کلا آقایون باید حساب کنه. از احترامی که میذارم خانم. چه چیزی تو خانم شما رو اذیت میکنه؟ همسرتون، پارتنرتون؟ زیاد گیر بده، زیاد به پر پای آدم بپیچه. یعنی دوست داری اگه رفتی تو جمع رفیقات بهت زنگ نزنه؟ زیاد گیر نده بهم دیگه. به کجا میری چیکار میکنی؟ چون همینجور که من با اون کاری ندارم. دست بزن دارین شما؟ اصلا خیلی من به خانم احترام میذارم. خیلی احترام میذارم. درست. شما سوالی دارین ازشون؟ آخرین رابطه بعد همسرتون که حالا رابطه داشتین دیگه حتما؟ نه هنوز فرصتش پیدا نکردم. باریکلا. اون ازدواجتون هم نصفه موند، یعنی پسر حساب میشین الان. باعث شد خیلی سختگیر بشم تو این زمینه. اینه که خب تو این مدت هنوز کیسی که خیلی دیگه سختگیر بودین دیگه. به روز 49 سال سخت گرفتی. شلش کن. شما سوال دارین ازشون؟ من میخوام بدم بادکنک بهتر کنم. این بادکنکاتون رو میخوایم بهتر کنی؟ بهتر تا؟ بله؟ نه سوال ایشونو بکن. از ایشون شما سوالی نداری؟ شما انتظاراتی که از همسر آیندهشون دارن چیه؟ بله انتظارات. بله خیلی هم سوال خوبی هم پرسیدم. انتظارم اینه که مثل اون خانم نباشن که اون بلا سر من آوردن. البته باعث شده پیشرفت من شدن اون خانم. باید با تمام شرایط بسازی زن به نظر من. هر ممکنه یک روز شکست بخوره پشتش، حتما پشت هر شکست موفقیتی هم هست. و اون باعث میشه. برای اینکه خیلی تاکید میکنه پشت هر شکستی موفقیتیش هستش، مطمئن نیستش که ایشون میگه پشت هر شکستی موفقیتی هستش، ولی از کجا مطمئنه که بتونه اینقدر موفق باشه؟ من از اینجا مطمئنم که این شکست باعث میشه من تلاشمو بیشتر کنم، اون موفقیت رو به دست بیارم، اون شکست رو فراموش کنم. نمیدونم داشت گفتم نیست. چرا؟ من که تا الان فروشگاه زنجیره‌ای زدم به خاطر همین پیشرفتی که داشتم. همون خانم باعث شد که من این پیشرفت رو کنم. وگرنه که الان من اینا رو نداشتم. شما از نظر مالی پیشرفت کردین. بله. شما از نظر مالی پیشرفت کردین، از نظر عاطفی پیشرفت نکردین. چرا؟ اتفاقا از اون نظرم دنبال اون کیسی که میخوام بگردم که یه خانم باشه که اون عاطفه رو داشته باشه که مثل اون خانم نباشه، هنوز پیدا نکردم. خیلی سخت میشه. یه لحظه فکرم رفت تو جایی. شما چی شد؟ متاسفم که هنوز اون زمان شما موندین، هنگ کردین. خب چیکار کنم؟ هنوز خیلی سخت میشه. الان مثل صبح نیست، مثل دیروز نیست و مثل 20 سال قبل نیست. خیلی سخت پیدا میشه. خب منظورش این بود که این شب که میگن شب نیست، این شب که میگن شب نیست. بله. هیچی از ارزش‌های شما کم نشد آقا بهروز. همه این دوستان شاهدن قیافه شما یه جایی من نمیدونم دیدمتون خیلی آشناییم، ولی خب به هر حال البته من بگم آدم بسیار شادی هستم. خیلی عزیزین شما خیلی عزیزین. خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. به افتخارشون یه دست بزنیم. مرسی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقا بهروز الان استقلال به تو زن میده یا پرسپولیس؟ اون چه حرفی بود زدی آخه؟ ببینید من عمدن اینا رو گفتم از شهرشون خلاص شم. اینا آره دیگه قمارباز نگه که به من چه اصلا من نمیخوردن. یه کاری کردم که بیخیال شن. بابا ولمون کن ترکوندن دیگه. اصلا چشات اینطوری داشتی نگاه می‌کردی فقط منتظر بودی. من درست خودم دوست داشتم این اتفاق بودم. خدا کنه بترکونن دیگه. من این افتخار نداشته باشم انجامش بدم. لطفو کردم. یک بینول آقا بهروز. خیلی مخلصم آقا بهروز. فدات شم. بچه‌ها به افتخار خودتون یه دست بزنید. به اینا کسی ناهار نداره یه دست بزنید. آقا تشریف بیارید تو رو خدا. ببرم.
عزیز من تشریف بیارین، خودتون معرفی بسم میکنین؟ الله الرحمن الرحیم. من محسن رحیمی هستم. به به آقای رحیمی چند سالتونه؟ من 55 سال. آذری زبان هستین؟ سلابیم. به به خیلی مخلصم، خیلی کوچیکم. شغلتون؟ من صادرات زعفرانم. صادرات زعفران چه خوب. به کدوم کشور؟ من کشور مالزی میرم، اندونزی، ژاپن. به به سلامتی انشالله. اونجا انجام میدیم. زیاد خونه کاری ندارم. همش اونجا. همش اونوری. همش میرم اینجا. مجردین؟ نه متعر بودم. خب متعر بودم. بعدا طلاق گرفتم. هم مجددا زن بگیرم. طلاق گرفتین؟ طلاقتون دادن؟ طلاق نه، خودم گرفتم. خودتون گرفتین؟ اون خوب نبود. خب. میخوام یه چیز دیگه بگیرم. یکی دیگه. آره من سلام. وضعم خوبه. پول دارین؟ بابا ژاپن، فلان. مالزی، اندونزی، همه جا من بیام. خانم چی شد؟ عذر میخوام از سبک بیانشون اصلا خوشتون نیومد؟ اصلا خوشم نیومد. خوشتون نیومد. اون رفتی تو رابطه مچ یه دفعه خانومت یا اون پارتنرتون میگیری خیانت کرده، برخوردتون چی با این قضیه؟ من هیچ وقت خیانت نمیکنم. اوشون خیانت کردن. خیانت کرده؟ هیچی، طلاقش میدم بازم. طلاق؟ آدم طلاقش میدم، به درد من نمیخوره. کسی که خیانت کرده؟ بله، به درد من نمیخوره. درست. شما تو رابطه وقتی من زنم میخوام که پاک باشه، مؤمن باشه، نمازخون باشه. نه هرچند بخواد بهش میدم. کارتم در اختیارم. به به. بعد شما تو رابطه وقتی با یکی مثلا چه متأهل باشین چه دوست باشین خیانت بهش نمیکنین؟ خیانت نمیکنم نه. یعنی مثلا فقط بمونید وقتتون، عاشقش، تایمتون، وقتم، پول، همه چی. هزینه. اصلا کارتم دستونه. دوست دارین که اگه دستم. متأهل شدین دوباره بچه دار بشین؟ این خدا چی میخواد. یعنی به فکر بچه دار شدن هستم بله. آره چون ایشون فکر کنم از سن چیز بر شما الان مشکل داشتین سری قبلی، الان مشکل ندارین؟ می‌خواستم بزنم ایشون زد بابا. بله ببخشید. میتونم دوتا رو بزنم، منم بزنم. بله میشه. بله. چون ایشون به بچه دار شدن حساس بودن. شما چرا؟ برای اینکه از شرایط سنیمون جور در نمیاد که بخوایم بچه بود داشته باشیم. زندگی مشکلات داره، شرایط سنیمون خوب نیست. نباش بچه شیرین زندگی، بچه خوبی. بچه امروزی امکانات نه بچه خوبی خانم، اشتباه نکن. نه سن ما شرایطش اجازه نمیده که بخوایم بچه تربیت خدا به تو کنیم. 100 سال عمر میده. جامعه نترس. بچه خوب میخواد، جامعه بچه من سالم که حرف میخواد، خانم جوان ندارم. تربیت خوب میخواد، امکانات من حرف خوب خانم میخواد. جوان ندارم. شما نظر خودتون من محترمه جوان ندارم. ولی من قبول انشالله تو طول مسیر زندگی یکی رو پیدا کنین که واقعا اصلا من حالم بده. به افتخارشون بریم با هم بشیم. نشد که بشه. و آقا محسن گل. شاشه شما هستم، نوکرم. منو یاد بازیگر محبوب کشورم آقا رضا ناجی انداختی. میشناسی؟ آقا ناجی کی؟ من خودم ناجی هم دیگه. همینجوری صحبت میکرد. من از ناجی بالاترم. شما تاج من سری. نوکر شما هستم. کارتم میخوام بهت بیدم. نه ممنونم اون مرسی. کارت نه اون کارت. نه آقا جون حالا از اون کارت همین کارا رو میکنی کنسل میکنن دیگه عزیز من. کنسل کردم منی؟ بله. نواخت. بچه میخوای چیکار؟ خود دیگه الان کلا بچه خوب شیرین زندگی. یه دهم واسه ما میخونی؟ کوچه سود سب میشم، کوچه سود سب میشم، یار گرنده تو ظلماسی، یار گرنده تو ظلماسی. بستی لگسی و لگسی. مرسی که تا این تایم از برنامه رو سرپا وایسادید. به خدا قسم به افتخار این سه دوست عزیزمون دست بزنیم و نفر آخر رو دعوت میکنم یکی از مشتی ترین ها. حالا بفرما آقا یاور عزیز، بزرگ بنده، خیلی مخلصم. خودتون رو معرفی میکنین؟ یاور اکبری هستم. آیا اکبری چند سالتونه؟ 65 سال. به به خدا واسه شما رو واسه ما نگه داره. شغلتون چیه؟ صادرات فرش دستباف. به دستبافت کدوم شهر؟ ما تبریزی‌ها دستباف کار ماست. مشهد، بافت تبریز و بافت ساروق عراق. به سلامتی شما. یکم این برتر دور سر شما بگردم. اسخانم مجرد؟ من خیلی متأهل هستم. متأهل هستین؟ بله. اومدین اینجا با یکی آشنا بشین؟ من چون به عنوان برای کارم سفر خارج زیاد انداختم. بله. همسرم حاضر نیست با من همراهی بکنه. یه همراه داشته باشی. همین خاطر میخوام سفر خارجی میرم حتما یه همراه داشته باشم که تنها نباشم. من فکر کنم اجازه ندارم از شما درآمدتون رو بپرسم چون دیگه عدد بالاه دیگه. حدود 2 میلیون 2 تومن.
نه اینجا فکر کنم بچهای مالیاتی دارن نگاه میکنن 2 تومن که اصلا 2 میلیون تقریبا میشه. واسه شما پولی نیست. خیلی مخلصم. برای در مجموع متوسطش هست. ملاک و معیار شما تو انتخاب همسر چیه؟ همسر دوم از هر نظر همراه من باشه. هم نظر و همراه. وقتی نگاه میکنین تو نگاه اول چه چیزی شما رو جذب میکنه؟ اون متانت اولشه. بله. یکی اون تقریبا عجب و حیایی که در ظاهر دارم درست میبینم. به خدا سلامتی بتونه. بچه سوال دارین شما از آقا؟ سوال خاصی ندارین؟ فقط میخواستم ببینم که واسه همسرتون چقدر میخواین هزینه بکنید، این همه درآمد و این همه سفر خارجی. ما فقط همراهتون که مثلا میتونید شما نه مسلمه. خب تا اونجایی که بتونم در توان داشته باشم که حتما هزینه میکنم. فکر میکنم 1.5 مثلا من بخوام بیام بچه هم میتونم با خودم همراهم بیارم سفرهای خارجی. خارج از کشور خیلی ولی داخل نه دیگه سفرهای خارجی میخواستم با شما بیام بچه هم بیارم دیگه. بیشتر به خاطر کار میرم سفر. اونجا امکانات به اون صورت نیستش که بچه‌ها. بعد میتونم براشون سوغاتی بگیرم بیارم مثلا هر چی دلم خواست اینا هزینه کنید. برای بچه‌ها بله میتونم. تا چه مقدار؟ تا چه مقدار میتونه؟ تا هرچی من دوست دارم دیگه. هر جایی که خواستم مشکل ندارم. ولی مسافرت نیام. مسافرت خیلی، چون اونجا برای کار میرم اونجا نمیتونم که بچه‌ها رو با خودم ببریم. اگه همسر اولتون وسط این رابطه جدیدتون یه دفعه گیر بده که باید طلاق بدین؟ نه نمیدین. میدونید چرا؟ به علت اینه که خب ایشون خودش میدونه که من یه همراه میخوام و به عنوان شریک میتونم یا شریکم دارم میبرم. آها دروغ میخوایم بهش بگیم. نه شریکی میگه، شریک زندگیم دیگه. دروغ نیست. وقتی که من یکی رو به عنوان همسر قبول میکنم یعنی شریک زندگی قبول میکنم. دروغ نیستش. بزرگترین هدیه‌ای که تا حالا به عشقتون و همسرتون دادین چی بوده؟ بزرگترین صداقت و درستی، راستگویی. بزن دسته رو بزن. این بزرگترین هدیه. شما سوالی ندارین از ایشون؟ شما؟ مثلا میرم نسبت به خانواده‌اش و فرزندی چیزی داره یا نه؟ میگم فرزندی دارین؟ بله فرزند دارم. چند تا؟ 2 تا دارم. 2 تا. شما سوال دارین؟ صحیح نمیدونم 2 همسر داشته باشن ایشون. دارم خونم دارم. نه میگه نه من چون اجباره برام تنها سفر خارج که میرم برای کار. ببینید اونشو بحث کردم، دلتم خدمتتون عرض کردم این کاری که میخوام انجام بدم، این تصمیمی که گرفتم به این خاطره مجبورم باید این کارو بکنم. کشور خارج که میرم تنها که نمیتونم برم که برای کارم سفر میکنم نه برای تفریح. تاجر هستن، امور بازرگانی من میبینم فعالیت دارن. چطوری مثل شما اندیششون نیست؟ اونو من نمیتونم نظر بدم راجع به خانوما چه رو میخوام بگم. اونو خودشون میدونن. هر کسی خودش میتونه تصمیم راجع به زندگی خودش بگیره. به نظرم نظر اخلاقی و شأن منزلت انسان برابری باید باشه. برابری مخصوصا در این مورد برابری که هست، چون کسی که داره یه همسر دوم انتخاب میکنه هر کدوم جایگاه خودشو داره. هیچ کدوم برتر از اون یکی نیست. حالا شما با این تفاصیل بادکنکتون میتر کن یا نگه میدارین؟ جفتشون همسر. بادکنکتون رو میتر کن یا نگه میدارین؟ میتر کن. بچه اگه بادکنکتون رو میخواین بتر کنین اگه نمیتر کنین حاج آقا و این که شما نمیتر کنین. بله حالا ما یه بادکنک داریم، یعنی دیگه نمیتونین حاج آقا انتخاب کنین، همین یه دونه از 3. یا الان باید یا انتخاب کنین ایشونو یا من به شما سوزن بدم بتر کنین یا نه. من بدم سوزن رو. من یه سوزن ببخشید از شما میتونم قرض بگیرم. ببخشید این سوزن رو من به شما میدم، این خدمت شما. یا بتر کنین یا این شانس رو به جفتتون بدین که بریم با هم دیگه یه صحبتی داشته باشین که انشالله کاراتون بشه. نمیتره کنین. به افتخارشون دست بزن. مبارک مبارک باشه. اسمتون چی بود شما؟ یاور. همیشه مومن تو برو. آقا مبارک ها باشه انشالله. فرمودی که واسه کار میرین همسر میخواستین، درسته؟ طبعا شریک میخواستم و شریک زندگی میخواستم که همراه من باشه. بله. خب رفیق مرد تو با خودت ببر. نمیشه اونجا، چون من رفیق مرد که نمیخوام که من میخوام یه نفر همراه مونس همراه باشه که دارم میرم برمیگردم. ببخشید این نفس بکش، داری میری مالزی نفس بکش. نه تنهایی چطوری نفس بکش؟ خدا آقا ماشاءالله نایت خانمو نبرد مالزی، تو دنبال همسر میگردی؟ بله.
مبارک باشه انشالله. یکی پیدا شده ما رو میخواد سفر خارجی ببره، شما چرا هی داری یه کاری میکنه پشیمونش کنی؟ خیلی به هم میان، خیلی به هم میان. به افتخارشون یه دست بزنه.